ماهی رمضان عجب مهی پرنور است. ماهی رمضان عجب مهی پرنور است. از رفتن این ماه دلم رنجور است. ای بنده خواب و خور مشو تو غافل، جای تو بهشت هم نشینت حور است. جای تو بهشت هم نشینت حور است. 100,000 افسوس آخر می رود ماهی دعا، ناله های روزداران می رسد تا بر سما. الوداع ای ماه رحمت، الفراق ماه دعا. باش در روز قیامت شافعی روز جزا. ماهی رمضان رفت زی ما 100 افسوس، هم ماهی دعا رفت زی ما 100 افسوس. بگذشت رمضان توبه نکردیم هرگز، ای وای به حال زار ما 100 افسوس. بگذشت رمضان توبه نکردیم هرگز، ای وای به حال زار ما 100 افسوس. لا اله الا الله نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. انا لله و انا الیه راجعون. ما همه بنده خدا هستیم و یک مهلت در این عالم زندگی میکنیم و با آمدن مرگ به خانه قبر میریم. عزیزان من، وقت مرگ می بیاد پیش ره مرگ هیچ قدرتی نیست که گیرد. وقت مرگ می بیاد پیش راه مرگ را هیچ کسی نیست که سد راه شود. عزرائیل خدا قوت داده است، ملک الموت خدا دستور دادگی است، حجت دادگی است که او تمام جا بدون اجازت می دراد و کارش را انجام می دهد و رفتن می گیرد. کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. عزیزان من، هر روحی که در این عالم زندگی میکند و عمر به سر میبرد، خواهد نخواهد به مرگ روبرو میشود، خواهد نخواهد به مرگ مواجه میشود و به مرگ دست و پنجه و دست به گریبان میشود. بنابراین حضرت مولا خدا رحمت کنه، مولای پیرمان فرمودند هر زمان میزندین پیک اجل بر در ما، هر زمان میزندین پیک اجل بر در ما، این صدا نرسد هیچ به گوش کریما. عزرائیل چنگو به جان میزند ابلیس به ایمان، اسب تابوت سواریم کفن چادری ما. عجب روز آمده است،
عجب بلای امروز آمده است. یک اندک وبایی که مردم از بین برده ایستاده است. درد بی امانه. ملک الموت با هر صورت آمده و قبض روح کرده و مردم از بین برده ایستاده است. لیکن تا به هنوزم گمراهان بیدار نشدیند. هر زمان صدها و هزارها انسان مرشد است، اما تا به هنوزم تکبران، سرکشان و مغروران بیدار نشدیند. هنوزم قلف دیشان کشاده نشده است، هنوزم تسلیم نشده ایستادیند. هر زمان میزند این پیکی اجل برداری ما، این صدا نرسد هیچ به گوشی کریما. عزرائیل چنگ به جان میزند ابلیس به ایمان، اسب تابوت سواریم کفن چادری ما. عزرائیل آمده جان مردم گرفته رفتار است، اما گوشای کر نه، گوشایی که به کری انداختن خلاصانه. بنابراین حضرت مولا میگوید گوش سر با جمله حیوان همدم است، گوش دل مخصوص نسل آدم است. خداوند گوشی دل برای خاص آدم دادد که گوش حق شنو، چشم حق بین، زبان حق گو برای انسان عطا کرده است. بنابراین انسان باید بیدار شود به آمدن این مرگی که امروز پیرو جوان برساده است، به آمدن این مرگی که امروز عالم هلاک کرساده است، دنیا را از بین برساده است. مردم بازم انگشت کری در گوش خلاندیان، هنوزم بیدار نشده ایستادیان و تسلیم نشستادیان. عزرائیل چنگ به جان میزند ابلیس به ایمان، اسب تابوت سواریم کفن چادری ما. از پی رفتن ما ناله کنم خویش و تبار، از همه بگذرد و آه پدر و مادر ما. پروردگارا مرگ ما را به واسطه این وبا نکن. پروردگارا وقتی مرگ به ما میفرستی به واسطه این وبا نشود مرگ ما که مرده ما بی جنازه رود، مرده ما بی کفن و بی غسل رود. الهی ما از تو چنین مرگ نمیخواهیم. برای ما مرگ عنایت فرما، برای ما مرگ نصیب گردان که دارای جنازه باشد و غسل باشد و کفن باشد و با 4 تکبیر صلات جنازه به خانه قبر رفتن من نصیب گردان. عزرائیل چنگ به جان میزند ابلیس به ایمان، اسب تابوت سواریم کفن چادری ما. از پی رفتن ما ناله کنم خویش و تبار، از همه بگذرد و آه پدر و مادر ما. قصر و ایوان به مال و زر خود منازی، زر و سیم از دیگران خشتی لحد بستری ما. ای جوانایی که قصرهای 4-5 آشیانه داره، ای جوان مردا، ای ثروتمندانی که خانه های 4-5 آشیانه داره، ای کسانی که ثروتی به اندازه داره، یقین بدانید که روز مرگ می آید به سراغ شما. روز می آید و آن چیزی که از این دنیای خدا داده اگر استفاده برده باشید او حق شما بود و استفاده برده، اما آن چیزی که از دنیای جمع کردگی اگر مبادا استفاده نبردید و ماندید و رفتید، بعد از مرگ انگشت حسرت میگردید و خلاص. قصر و ایوان به مال و زر خود می نازی، این ناز تو کرشمه تو به خاطر همون 4 قبط خانه که داری از غشت و لای ساختی از همون است. تکبر و غرور به خاطر 4 سنپولی که در کیسه داری همون است.
وقتی مرگ بیاید لباسهای زیبا تبدیل به کفن سفید میکند. وقتی مرگ می آید ماشین لانکروز رو، ماشینای تیز رفتار خوش رفتار تبدیل به 4 تخته خنک تابوت مبدل می گرداند. وقتی مرگ می آید شادی و تکبر و غرور تو به غم مبدل می گرداند و اون خانه های بلند از مرمرهای سفید، اون خانه های بلند از سنگ های قیمت بها ساخته را تبدیل به لحدی تنگ و تاریک می گردانند و آن دیوان تو و آن رخت و خواب نرم و ملایم تبدیل به خاک خنک و خشت لحد مبدل می گردانند. بنابراین دنیا جای تکبر و غرور نیست عزیزان من. کجا دنیا به کس جای سرور است، متاع زندگانی سرور است. کجای دنیا جای تکبر و غرور است که در یک ویروسی خوردک تحمل نکردی، در یک سبب مرگ که امروز ویروس شده است، یک ویروسی خورده که بچش نمیبینی، تحمل نمیکنی، صبر نمیکنی، آب دیده در پری رود شده، داد و فریادت برا مساله. چرا اینقدر تکبر و غرور؟ چرا اینقدر نافرمانی؟ چرا اینقدر گردن کشی؟ چرا اینقدر بینمازی؟ چرا اینقدر بیروزگی؟ چرا اینقدر ترک فرمان خدا؟ چرا؟ قصر و ایوان به مال و زر خود می نازی، زر و سیم از دیگران خشتی لحد بستری ما. میروی خواب درونی لحدی تاریک و تنگ، میروی خواب درونی لحدی تاریک و تنگ، پر شود خاک برین کاسه فرق سری ما. ای جنون مشکل در پیش تو غافل افسوس، تا خبردار شوی بشکند بالا پری ما. حضرت پیری بزرگوار داخل خودشان نام میگیرند و خودشان بیدار میکنند. ای جنون مشکل در پیش تو غافل افسوس. اینقدر مشکلی بسیار که در پیش باشه، اینقدر غافلی برای چی؟ ای جنون مشکل در پیش تو غافل افسوس، تا خبردار شوی بشکند بالا پری ما. تا خبردار میشی، تا انا منو میکنی که راست آدم ها مرصادیان. دیروز در کوچه این شهر نگاه کردم، جوان میگذشت، ناخواست این کسل این درد دریافت کرد شد، در حالت راه رفتن ناخواست در زمین افتید. بیچاره داد میگو عزیزانی من، برادرها یاردم شوه، نفسم گریبساد است و دست و پام خنک شده ایستاد است. گویان گریه میکرد، داد و فریاد میکرد، اما هیچ کس به فریادش نمیرسید، برعکس هم از اطرافی و گریختن. همین است دنیا عزیزی من، خواهیم نخواهیم امروز یا فردا میریم با هر راه و واسطه. پروردگارا آن حالتی که ما را از این دنیا به نزد خودت میبری، اول ایمان همراه من کن که این امانت بزرگ به نزد تو صحت و سالم رسانیم. ثانیاً به ما مرگ نصیب گردن که دارای جنازه باشد و غسل باشد و کفن. به این بلایی که امروز مردم مبتلا شدیان، خدای ما را به این بلا مرگ نزدیک نگردان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.